دوستان گرامی سلام، من دکتر آرش علایی هستم. امیدوارم هر جا که هستید و این ویدیو را میبینید سلامت و شاد باشید. مدت 2-3 هفته است که افراد دچار نشانه های گلودرد، بدن درد، آبریزش و گرفتگی بینی شدند و در بعضی مواقع سرفه میزنند. من میخوام همینجا توصیه کنم که بسیار بسیار باید هوشیار باشید، به این سبب که این نشانه ها میتواند نشانه های بیماری کووید 19 و یا نشانه های آنفلوانزا یا بیماری های سرایوی ویروسی که میتواند به شش و دستگاه نفسکشی وارد بشود باشد. اهمیت آن این است که در شخصانی که واکسن زده اند، هر چند که ما میدانیم فوت به سبب زدن واکسن کمتر می شود، لیکن آرزه ها و نشانه هایی که ما می بینیم از آنجایی که گمانبری به کووید بسیار بالا هست، سبب معلولیت ها یا بیماری های همردیف در آینده خواهد شد، هرچند که فوت افراد کم باشد. یعنی اینکه مطالعات نشان می‌دهد، معلومات و اطلاعات نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که دچار کووید 19 شده اند، بعد از کووید 19 آرزه‌های بلند مدتی مانند بیماری‌های قند، مانند فراموشی‌ها و مشکلات عصبی شده اند. در بعضی از افراد، خانم‌ها و آقایان، هورمون‌های بدن آنها دچار مشکل شده و شخصان یا افرادی که آرزه‌های شش را گرفتار شده اند به سبب فیبروز شش یا ریه، آنها مدت زمان بلندی دچار مشکلات ریوی یا نفس کشیدن خواهند شد. به این سبب اهالی محترم بسیار باید توجه داشته باشند که حتما 2 نقاب یا ماسک بزنند، در و پنجره ها را باز بگذارند هوای تازه وارد خانه ها بشود. اگر این در و پنجره ها بسته بماند، ویروس ها در اتاق ها و در خانه ها زیاد می شوند و سبب پهن شدن یا گسترش سریعتر بیماری می شوند. توصیه من این است کودکان را بسیار مراقبت کنید، به سبب اینکه یکی از منبعهای ویروس کووید 19 کودکان شدند، به خاطر اینکه آنها واکسن نزده‌اند و این ویروس در کودکان آرزه ها و نشانه هایی که دارد مانند یک سرماخوردگی به نظر می رسد یا یک زکام به نظر می رسد، لیکن می تواند این کووید 19 باشد. پس توصیه من به اهالی: 1. حتما 2 نقاب بزنید. اگر واکسن نزده اید، هرچه تیزتر، سریعتر بروید و واکسن های کووید 19 را بزنید. کودکان را بسیار مراقبت کنید. در مدرسه ها، مکتب ها حتما در و پنجره ها و تریزه ها را باز کنید. در خانه ها، اتاق ها، آپارتمان ها، کوارتیرها، حولی ها حتما در و پنجره ها را باز بگذارید هوای تازه بیاید که بتوانیم مقدار ویروس را کم کنیم که بیمار نشویم. باز هم تأکید میکنم از یک لحاظ خرسندیم، به خاطر اینکه در افراد یا شخصانی که واکسن زده اند فوت کمتر است، لیکن اگر گرفتار بشویم به این بیماری میتواند آرزه های بلند مدت در زمانهای آینده برای ما ایجاد کند. پس باید کوشش کنیم که به بیماری دچار نشویم. هر شخصی که گلودرد، بیحالی، بیمداری، تب یا بدن درد داشت، اگر سرفه داشت یا اگر سرفه نداشت، نه وابسته به اینکه سرفه دارد یا ندارد، حتما باید خودش را نه کمتر از 10 روز نگاه بین کند، در ایزوله بماند، در اتاق علاهده، در خانه علاهده بماند و علاقش و کنتکتش را با دیگران بس کند. همه اهالی توصیه می کنم در این چند هفته آینده از 2 نقاب استفاده کنید و فاصله اجتماعی یا دیستانسیون را حتما رعایت کنید و در و پنجره ها را باز بگذارید. امیدوارم سلامت و شاد باشید.